و دیگر برتریت و فضیلت امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این است که این امت مرحومه است، یعنی رحمت الهی نسبت به این امت بیشتر است. چنانکه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید ان امتی هذه امه مرحومه. چرا امتی مرحومه است؟ چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه برای این امت دعا میکرد و روز قیامت هم برای این امت شفیع و شفاعتگر است. روز حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را روز دیدم که بسیار خوشحال است، یعنی وقتی آن خوش است. برای گفتم که ای رسول خدا برای من دعا کن. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت اللهم اغفر لعائشه ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. گفت که ای پروردگارا تمام گناه های عایشه را ببخش، هر گناهی که در پنهانی باشد، چی در آشکارا باشد، چی گناه گذشته باشد، چی گناه آینده باشد. همین یک دعای در حق حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها کرد. حضرت عایشه از بسیار خوشحالی میگوید که من سرم بر بغل او نهادم، یعنی بسیار خوشحال شد. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگوید که ای عایشه آیا دعای من تو را خوشحال میکند؟ حضرت عایشه میگوید که چرا نه، البته که خوشحال میشوم. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قسم میخورد که والله انها لدعوتی لامتی فی کل صلاه، این دعای من برای امتم در هر نماز است. روایت مسلم است این حدیث، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هر نماز برای ما و شما دعا میکرد که پروردگارا امتی من را گناه آن را ببخش، چی گناهی کرده و چی گناهی که در آینده میکنن، چی گناهی که در پنهانی میکنن، چی گناهی که در آشکارا میکنن. این دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما در هر نمازش بود. و دیگر حدیثی است که حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید ما من احد یشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله علی النار. هر کسی که شاهدی به این بدهد که نیست معبود بر حق مگر الله سبحانه و تعالی و محمد رسول خدا است، صدقا از قلب خود الله سبحانه و تعالی جسد او را بر آتش جهنم حرام میگرداند. بعدن حضرت معاذ بن جبل میگوید ای رسول الله آیا من برای مردم برسانم این حدیث را، این سخن را برای مردم بگویم که با همدیگر یکدیگر را مژده بدهند؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که اگر این را با آنها بگویی آنها به همین سخن توکل میکنن، یعنی توکل میکنن. توکل به معنی اینکه دیگر عمل نمیکنن، همین که شهادتین را گفتن از صدق دل، دیگر یگان عمل صالح نمیکنن. از همین خاطر میگوید که معاذ ابن جبل پیش از مرگش همین حدیث را به دوستان خود رساند تا اینکه گناهگار نشود. پس از این حدیث معلوم میگردد که این امت در حقیقت یک امت مرحومه است، یک امتی است که الله سبحانه و تعالی گناه آن را بخشیده است. لیکن به خاطر که ما از این امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم، باید پیرو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم و با مانند او عملهای صالح بکنیم تا که در حقیقت امتی او بگردیم. اگر ما امتی او که گشتیم، انشاءالله که از همان امتی مرحومه هستیم.